الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد. میبینند و بقای خود را در این میبینند که در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دشمنی و عداوت وهمی را تصور بکنند، به تصویر بکشند، برای مردم معرفی بکنند، تا این که برخی از انسانهای ساده دل و ساده لوح که از ته دل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارند بیایند و بگویند که آری ما اهل بیت را دوست داریم و این دشمنانشان را دوست نداریم، اینها دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و از این افراد اعلام براءت بکنند، در صورتی که چنین دشمنی وجود نداشته. همین افرادی که امروزه محبان و ادعای محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اون افراد را دشمن می‌دانند، از اون افراد اعلام براءت می‌کنند، این افراد را لعن و نفرین می‌کنند، همین افراد هستند و همین خانواده ها هستند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را محرم اسرار خودشون قرار دادند. به این خانواده ها و به این افراد زن دادند و از این خانواده ها برای خودشون زن گرفتند و این بالاترین درجه اعتماد هست، بالاترین درجه تأییدی هست که امکان دارد که یک فردی یک خانواده دیگر را تأیید بکند، که شریک زندگی خودش را از اون انتخاب بکند، از اون خانواده ها بگزیند، یا این که دختران خودش را به خانه چنین بختی بفرستد که در واقع اگر این دشمنی وجود می داشت هیچگاه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین اقداماتی را که از دید هر عاقلی محکوم هست چنین اقداماتی را انجام نمی دادند. بلکه واقعیت چیزی دیگر هست. اگر می‌بینیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و خانواده ابوبکر، با عمر و همچنین با عثمان، با طلحه و زبیر و خانواده هایشون، نه فقط در زمان خود این افراد بلکه در زمان فرزندان و نوه ها و نتیجه و نویره هایشون باز هم این ارتباطات وجود داشته و کتابه های شیعه و سنی این روابط صمیمانه را و این وصلت ها را ثبت کردند و بیان کردند و به اون اعتراف کردند. پس بنابراین این دشمنی که ساخته و پرداختند و این عداوتی که آن را به تصویر کشیدند این واقعیت ندارد و امکان ندارد که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم زیرکترین انسانها، فهمیده ترین و با خردمندترین انسانها بیایند چنین اشتباهات بزرگ و فاحشی را انجام بدند که با خانواده هایی که نه ایمانی دارند، نه اخلاقی دارند، نه مروتی دارند، نه نسب درستی داشته باشند، با این خانواده ها بیایند و این وصلت ها را انجام بدهند. خود این وصلت ها و این روابطی که انجام گرفته و برقرار بوده دلیل بر این هست که در میان این خانواده ها، خانواده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر، با همدیگر این خانواده ها یکی بودند و همدیگر را هم شأن و هم کف همدیگر می‌دانستند و هیچ گونه عداوتی و بغض و کینه‌ای در میان نبوده و تمامی این آنچه درباره بغض و عداوت و بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب این افراد مطرح می‌شود تمام آن دروغ هست و پنداری بیش نیست. من در جلسات قبل پیرامون روابطی که در میان آل زبیر و آل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما وجود داشت مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و در این جلسه انشاءالله میپردازیم به یکی دیگر از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه. همان گونه که ما نسب طلحه را میدانیم و میشناسیم که ایشان طلحه ابن عبیدالله هم فرزند عثمان ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم بودند، یعنی از قبیله بنی تیم و از هم قبیله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. و حضرت طلحه همون گونه که من در جلسات قبل بیان کردم یکی از افرادی هست از میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که توسط حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمان شد. در همان
به اصطلاح آغاز دعوت اسلامی و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشان یکی از عشره مبشره هستند به خاطر اقداماتی که کردند، به خاطر افتخاراتی که دارند، به خاطر جاننثاری هایی که در راه دعوت اسلامی داشتند، به خاطر مجاهدت هایی که در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند. میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را مژده بهشت دادند، در دنیا تأیید کردند و تأکید کردند که طلحه ابن عبیدالله یکی از انسانهای بهشتی هست. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه ابوبکر صدیق یار غارش هجرت می کردند از مکه به طرف مدینه، طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه به سفر رفته بود برای تجارتی در شام و در مسیر برگشت بود و طلحه ابن عبیدالله به طرف مکه می رفت و رسول الله و ابوبکر صدیق به طرف مدینه حرکت کرده بودند. در وسط راه با همدیگر ملاقات کردند. حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه به ابوبکر و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم لباسهای شامی پوشانید، 2 دست لباس به آنها داد و خبر داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اهل مدینه و یثرب همچنان منتظر شما هستند و وجود شما را و رسیدن شما را به مدینه منوره گویا که خیلی طولانی فهمیدند این وقت را و خیلی قبل شما باید به اونجا می رسیدید. بین خاطر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق با عجله بیشتری به طرف مدینه منوره حرکت کردند و حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه در غزوه‌های مختلفی از بدر گرفته تا غزوه‌های دیگر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. منتها در غزوه بدر حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه شخصا حضور نداشتند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از جریان و اتفاق افتادن غزوه بدر طلحه و سعید ابن زید رضی الله تعالی عنهما را فرستاده بود برای اینکه خبر کاروان را بگیرند، در مورد کاروان قریش بروند تحقیق بکنند و طلحه و سعید وقتی که رفته بودند برای خبرگیری و تحت نظر گرفتن کاروان، وقتی که برمیگشتند متوجه شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف بدر رفته و این 2 نفر همچنان پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردند به طرف بدر. اما غزوه بدر صورت گرفته بود و مسلمانان پیروز شده بودند و در حال برگشت بودند که حضرت طلحه و سعید ابن زید به آنها رسیدند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که این طلحه و سعید ابن زید به مأموریت رفته بودند و از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله هم سهمیه اونها را در اون غنایمی که گرفته بودند به اونها سهمی داد و پاداشی را که مستحق بودند به اونها داد. این در واقع یک افتخاری بود از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که به حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه رسیده بود. و همچنین می‌بینیم در غزوه بدر هم، در غزوه احد ایشان جزء کسانی بودند که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندند و طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه اونگونه که عامر شعبی بیان می‌کند در مدافع رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. حتی تیره هایی که از جانب دشمن میرسید با دست خود این تیره ها را میگرفتند تا اینکه سرانجام دست ایشان در واقع فلج شد. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هرگاه که غزوه احد رو یاد میکرد و ذکر میکردند میفرمود که آری غزوه احد یک روزی هست که تمام آن مال طلحه ابن عبیدالله است، زیرا که ایشان حامی رسول الله، پاسدار و نگهبان رسول الله صلی الله علیه وسلم در این غزوه بودند و این تیره ها را با دست خودشون میگرفتند. و دختران حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه عایشه و ام اسحاق میگویند که بعد از جنگ بدر ما دیدیم که پدرمان 24 جراحت و زخم را برداشته بود در این جنگ و این نشان از این دارد که طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه ایمان داشت، اخلاص داشت و محبت داشت با رسول الله صلی الله علیه وسلم که خودش را فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داد و بدن خودش را آماج تیره های دشمنان قرار داد. ان شاء الله بعد از یک میان برنامه کوتاه خدمت شما برمیگردم و مطالب دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد.
وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقیم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. آری بینندگان عزیز و ارجمند، طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه یکی از سابقین اولین بدین اسلام بودند که در این زمینه پیشتاز بودند و همچنان در خدمت به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشتاز بودند و همان گونه که با اخلاص آغاز کرده بودند و با ایمان و باور حقیقی به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته بودند، همچنان در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندند و نهایتاً تا زمانی که زنده بودند بر این ایمان خودش و وفای و عهدی که داشتند با رسول الله صلی الله علیه و سلم وفا کردند و به گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را در دنیا مژده بهشت دادند. قطعا ما معتقد هستیم بنابر روایات صحیح که در این زمینه وجود دارد، طلحه مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه و دیگر عشره مبشره جزو کسانی هست که در دنیا مژده بهشت را دریافت کردند و انشاءالله در روز قیامت در کنار یکدیگر خواهند بود. همون گونه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از جنگ جمل هنگامی که کشته شدگان را نگاه می کردند و تحقیق می‌کردند دیدند که طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه در میدان جنگ افتاده و خاکالود هست و ایشان بر بالین طلحه نشستند و گفتند که برای من بسیار سخت هست که طلحه را در این وضعیت ببینم و نهایتاً گفت که من امیدوار هستم که من و طلحه و زبیر جزو کسانی باشیم که الله متعال درباره آنها می‌فرماید که غل و کینه از میان دلهای آنها را ما بیرون می‌کشیم و در روز قیامت بر روی تختها و مبلها در کنار یکدیگر و در روی یکدیگر خواهند نشست و قطعا هم انشاءالله این گونه خواهند بود. حضرت طلحه و زبیر و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین همه در واقع بهشتی هستند و این مژده را از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت کردند. و این اختلاف سیاسی که در میان آنها وجود داشت که نهایتاً به جنگ منجر شد و ما می‌دانیم که جنگ جمل که در میان طلحه و زبیر و حضرت علی رضی الله تعالی عنه صورت گرفت، این جنگ یک جنگ قصدی نبود و عمدی نبود، بلکه به خاطر توطئه دشمنان بود و پیروان عبدالله ابن سبع که در هر دو گروه وجود داشتند این جنگ را شعله‌ور کردند تا اینکه خودشان را در واقع نجات بدهند و به این خاطر بود و دیدگاه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اون قضایا و درباره جنگ جمل هم این بوده که جنگ جمل نه به خاطر جنگ میان کفر و ایمان بوده، نه به خاطر ارتداد طلحه و زبیر و عایشه و دیگر همراهانشون بوده، بلکه اساس این جنگ و قضیه اصلی که در این جنگ وجود داشته و اون کسانی که این جنگ را در واقع شعله‌ور کردند اون آشوبگرانی بودند که فتنه را در میان مسلمانان ایجاد کردند، خلیفه مسلمانان را به شهادت رساندند و اکنون اگر قرار بود که صلحی انجام بگیرد در میان طلحه و زبیر و حضرت علی رضی الله تعالی عنه، نتیجه این صلح فقط این میشد که اون قاتلان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و پیروان عبدالله ابن سبع رسوا بشوند و آنها به دام بیفتند. به این خاطر بود که
این افراد اومدند و این جنگ را در واقع شعله‌ور کردند در میان مسلمانان. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رأس آنها اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دیدشون و نگاهشون به جنگ جمل این بود. بدین خاطر هست که این جنگ جمل باعث نشد که روابط صمیمانه میان آل علی و آل طلحه به هم بخورد و از بین برود. میبینیم که فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه با فرزندان حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه وصلت هایی را انجام دادند که قطعا این نشان از این دارد که این دو خانواده همدیگر را کاملا میشناختند و همکف همدیگر بودند و در خور یکدیگر بودند. یکی از ازدواج های بسیار معروف و مشهوری که صورت گرفته در میان آل علی و آل طلحه فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، یعنی امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. قطعا شیعه ائمه خودشان را معصوم می‌دانند و عملکرد ائمه را مورد تأیید وحی الهی می‌دانند. اگر واقعا این گونه باشد و نمی‌توانند هم این ازدواج را منکر بشوند که حسن فرزند علی ابن ابی طالب ازدواج کرده با ام اسحاق. ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله است، یعنی پدرانشون حضرت علی و حضرت طلحه رضی الله تعالی عنهما به تعبیر شیعه با همدیگر دشمن بودند، با همدیگر درگیری داشتند و در جنگ جمل رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. اگر واقعا پدرانشون دشمنان خونی یکدیگر بودند، تشنه به خون یکدیگر بودند، چگونه امکان دارد که فرزندانشان بیایند در زیر یک سقف و زندگی مشترکی رو با همدیگر تشکیل بدهند؟ قطعا اگر ائمه معصوم هستند، عملکرد اونها یک عملکرد صحیحی بوده و یک واقع بینانه بوده، بر اساس درایت و واقعیت بوده و قطعا هم این گونه بوده. ولو این که ما معتقد هستیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه معصوم نبودند، اما ما معتقد هستیم که جز خردمندترین انسانها بودند، عاقلترین انسانهایی بودند و جز کسانی بودند که مورد تزکیه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتند. اگر قرار بوده که در دنیا کسی توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی بکند، اونها همین فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه نکرده که برای انتخاب همسر ما مواظب باشیم، انسانهای دینداری را انتخاب بکنیم؟ در حدیث معروفی که می‌فرمایند تنکح المرأة لأربع، انسان وقتی که دنبال خواستگاری هست می‌خواهد که زنی را برای زندگی مشترک خودش انتخاب بکند، اصولاً زن را مردم انتخاب می‌کنند به خاطر 4 چیز: به خاطر مالش، به خاطر جمالش، به خاطر حسب و نسبش و به خاطر دینش. فاظفر بذات الدین، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما میفرمایند که اون ذات دین را، زن دیندار را برای خودتان انتخاب بکنید. قطعا حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم را در انتخاب همسر قطعا مد نظر داشتند و میبینیم که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه با ام اسحاق فرزند و دختر حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه ازدواج می کند و این ازدواج ثمره‌ای داشته و فرزندانی به دنیا آمده که حضرت امام حسن فرزندانی داشت مانند فاطمه ام عبدالله، طلحه ابن حسن که مادر اینها ام اسحاق بوده و ام اسحاق دختر حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنهم. و این ازدواج یک ازدواجی هست که در منابع شیعه ثبت شده، به طور مثال کتاب ارشاد مفید صفحه 194 و همچنین کتاب منتهى الآمال شیخ عباس قمی و کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه اربیلی صفحه جلد 2 صفحه 575 و همچنین کتاب الانوار النعمانی جزایری جلد 1 صفحه 374 که جزایری در این باره میگوید که والحسین الاثرم ابن الحسن و طلحه و فاطمه
امهم ام اسحاق، مادر اینها ام اسحاق بوده و ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله تمیمی هست. پس بنابراین این ازدواج ثابتی هست که شیعه و سنی بر آن صحه گذاشتند و اگر این ازدواج دلالتی داشته باشد این هست که واقعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب درستی را داشتند و سراغ خانواده‌ای رفتند که مانند خودشان دیندار بوده و اهل دیانت و تقوا بودند. انشاءالله در برنامه دیگر باز هم مطالبی رو در این زمینه بیان خواهم کرد. تا آن زمان تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى